سلام دوستای خوبم. امروز میخوام بافت پایه ها رو بهتون یاد بدم. ابتدا زنجیره میزنیم. زنجیره زدن تو پست قبلی نمایش دادم براتون. وقتی قلاب داخل یکی از این زنجیره ها کنین و نخو بکشین بیرون، بدون پشت قلاب زدن بهش میگن پایه کوتاه. ببینین به این میگن پایه کوتاه. قلاب رو میذاریم داخل یکی از این بندهای زنجیره، نخو میکشیم بیرون، میشه پایه کوتاه. وقتی یه پشت قلاب بزنیم دوباره قلاب رو داخل این زنجیره کنیم و نخ بکشیم بیرون، دوتا یکی و دوتا یکی پایه بلند میشه. پشت قلاب میزنیم، از داخل زنجیره میکشیم بیرون، دوتا یکی و دوتا یکی، به این میگن پایه بلند. برای پایه متوسط قلاب رو میذاریم پشت قلاب میزنیم، قلاب داخل زنجیره میذاریم و یه جا ستا رو یکی میکنیم، به این میگن پایه متوسط. پشت قلاب داخل زنجیره و ستا با هم یکی، پایه متوسط. پشت قلاب زنجیره ستا یکی، پایه متوسط. به همین سادگی.